اینکه تازه دولت پنجاب جایزه تعیین کرده بر سر افغان ها، گفته که اگر هر شهروند پنجاب و پلیس پاکستان گزارش بده و یک افغان پیدا بکنه در بدلش چند لک کلدار جایزه دریافت میکنه. دقیقاً رفتاری است که تمامی اصول بین المللی مهاجرت را زیر پا میگذاره و تازگی هم نداره. در چند هفته اخیر نزدیک 40,000 شهروند افغان را در حال پاکستان با شدت با روش های غیر محترمانه اخراج کرده که اموالشان را ضبط کرده، خانه هایشان را گرفته و خانواده ها را از بین جدا کرده. نیم خانواده را این سمت مرز فرستاده و نیم خانواده اون طرف گذاشته شده و اینکه بازگشت کنندگان اجباری یا اخراج شده ها در چه وضعیتی اسفناکی به سر میبرند ما گزارش های فراوانی داریم که در دقایق بعد بیننده ها شاهدش خواهند بود. ولی متاسفانه در یک هفته اخیر تنها 6220 تن شهروند افغانستان و مهاجر افغان زیر شکنجه پاکستانی ها و پلیس رژیم نظامی پاکستان تنها از پنجاب اخراج شده و حالا جایزه هم چیز جدیدی است.